سلام، علی هستم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و پر از انرژی مثبت. امروز بریم با هم دیگه یک ویدیو تحلیلی داشته باشیم از وضعیت بازار، به خصوص وضعیت بیت کوین با توجه به خبرها و اتفاقاتی که توی چند روز گذشته و چند هفته گذشته شکل گرفت. خب همونطور که می‌بینید وضعیت بیت کوین ریزشی بوده و در حال حاضر در شرایط حساسی قرار داریم. بریم با هم دیگه از دیدگاه‌های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که چه سناریویی میتونه پیش روی ما قرار داشته باشه. داشتم داخل یوتیوب انگلیسی زبان میچرخیدم، یکی دو تا تحلیل دیدم که بسیار نکات آموزشی خوبی داخلش داشتش. توی توییتر هم حالا یه سری موارد ذکر شده، خیلی به اصطلاح دست میچرخه و دربارش صحبت میشه. تصمیم گرفتم که همه این مطالب رو بیام در قالب یک ویدیو به اضافه یه سری مسائل دیگه از دیدگاه خودم قاطیش بکنم و با هم دیگه ان شاءالله که یک ویدیو خوبی رو داشته باشیم. کلی مطلب می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم. بیشتر جنبه آموزشی این ویدیو واسه من مطرح هستش. اگر این بالا رو ببینید کلی تب، کلی سایت که می‌خوایم از دیدگاه‌های مختلف با هم دیگه بررسی بکنیم که میتونه در آینده بسیار بهتون کمک بکنه که خودتون بتونید تصمیمات بهتری رو بگیرید و یک روش تحلیلی خیلی جامع و کامل از دیدگاه‌های مختلف به بازار داشته باشید. خب همونطور که همیشه گفتم این ویدیوها صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و هر گونه تصمیمی که شما میگیرید در این بازارها باید با دانش و تخصص خودتون باشه و کاملا مسئولیتش با خودتون خواهد بود. خب بریم سراغ ویدیوی امروزمون که خیلی با هم دیگه کار داریم و کلی مطلب باحالو میخوایم بررسی بکنیم. اول بریم از نگاه تکنیکالی، اما یکم تکنیکال متفاوت به بازار یک نگاهی داشته باشیم، ببینیم که در چه شرایطی قرار داریم و به چه صورت هستش. می‌خوایم بحثمون رو با دو تا حالا اندیکاتور ساده ولی بسیار مهم که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه شروع بکنیم. یکی مووینگ اوریج EMA 21 هفتگی و مووینگ اوریج 200 روزانه. واسه بچه‌ای که نمیدونن مووینگ اوریج چیه خیلی ساده توضیح بدم با توجه به اون داده ها و اینپوتی که ما بهش میدیم. وقتی مثلا من میگم مووینگ اوریج 21 هفتگی یعنی در واقع میاد 21 هفته گذشته رو واسه من از اسمش هم مشخصه یک میانگینی میگیره و به من نشون میده 200 روزه. مووینگ اوریج 200 روزه یعنی در واقع اومده 200 روز گذشته رو برای من یک میانگینی گرفته و به من نشون میده. حالا این مووینگ اوریج ها مدل های مختلفی دارن. مووینگ اوریج های ساده است که ساده میاد میانگین میگیره و حالا مووینگ اوریج هایی که به اون کندل هایی که در آخر شکل گرفتن یعنی روزهای اخیر، هفته های اخیر میاد وزن بیشتری میده حالا در اون محاسباتی که انجام میده. خب بریم سراغ ادامه بحثمون درباره این دوتا مووینگ اوریج مهم که بسیار درباره‌اش صحبت هستش. من میام با مووینگ اوریج هفتگی شروع میکنم. تنظیماتی هم که من واسش گذاشتم اگه اینا رو از قسمت اندیکاتورها بیارید تو این قسمت تنظیمات برید، من اینجا خب عدد 21 رو گذاشتم و از این قسمت پایین تو قسمت تایم فریم یک هفته رو گذاشتم. به صورت دیفالت فکر کنم روی چارت باشه. وقتی روی چارت باشه شما این بالا روی هر تایم فریمی که قرار داشته باشید این عدده واسه اون تایم فریم قرار میگیره. مثلا اگر روی 21 باشه تو تایم فریم 1 ساعت باشید میاد 21 ساعت گذشته رو بهتون نشون میده. ولی من اینجا روی هفتگی گذاشتم که در هر تایم فریمی باشم در واقع در اون 21 هفته گذشته رو اون مووینگ اوریج به من نشون میده. واسه یه روزانه هم به همین صورت اینجا 200 و اینجا روزانه رو گذاشتم. حالا اگه اینم نذارید رو همون دیفالتش باشه مسئله ای نیستش، ولی خب اینجا باید تایم فریمتون رو حواستون باشه که روی روزانه و هفتگی باشه. خب این زرده روزانه است، 200 روزانه است، من خاموشش میکنم. بریم سراغ هفتگی. این بالا هم تایم فریم همو پس میارم روی هفتگی میذارم که با هم دیگه مچ بشه. خب این دو تا مووینگ اوریج اگر در به اصطلاح کار بکنید با اندیکاتورهای به این شکل میدونید که در بین به اصطلاح معامله گران و فعالان بازار بسیار از اهمیت بالایی برخورداره و به نحوی یه جورایی ابزاری هستش واسه نشون دادن روند و اینکه حالا روند ما میتواند به چه شکلی باشد. به جملات من دقت کنید، میتواند، اینا هیچ کدوم 100% نیستش. الان من نمودارم رو حالت لگاریتمی هستش. اگر میخواید در بلند مدت بررسی کنید یا حتی کوتاه مدت سعی کنید که همیشه اصلا از نمودار لگاریتمی استفاده کنید. من 99% مواقع از لگاریتمی استفاده میکنم و چارتی هم که داخلش هستم بیت کوین USDT نیست، USD هستش که اگه بزنید داخل تریدینگ ویو ایندکس بیت کوین رو میاره که داده های بیشتری رو از حالا سالهای گذشته در اختیار ما قرار میده. خب همونطور که گفتم این به عنوان
یک نماد از حالا روند ما میتونه باشه این دوتا مووینگ اوریج. من یه توضیح خیلی ساده بدم. خب همینطور که میبینید هر بار که قیمت بالای مووینگ اوریج قرار میگیره ما میتوانیم توجه بکنید میتوانیم شاهد یک روند صعودی یا آپ ترند باشیم و وقتی که قیمت بالاش قرار میگیره همونطور که میبینید این مووینگ اوریج مثل یک حمایت مهم برای ما عمل میکنه و هر وقت که قیمت زیرش قرار گرفته ما میتونیم شاهد یک روند نزولی باشیم و این مووینگ اوریج مثل به اصطلاح یک مقاومت برای ما عمل میکنه و اینو میتونید واسه 200 روزانه هم به همین شکل است. بیاید حالا دیگه من خیلی وقت ویدیو رو نگیرم، در گذشته بازار خودتون چک کنید. همونطور که میبینید بالاش قرار گرفته روند صعودی مثل حمایت، روند صعودی مثل حمایت، زیرش که قرار گرفته روند نزولی بلند مدت ما بوده و مثل مقاومت عمل کرده و در تمام سایکل های بازار در گذشته میتونیم این روند رو در بیشتر مواقع مشاهده بکنیم تا بیایم برسیم. البته استثناءاتی هم وجود داره که با هم دیگه بررسیش خواهیم کرد تا میرسیم در هر صورت به این لحظاتی که الان درش قرار داریم. همونطور که میبینید اینجا با این کندل بزرگ و معناداری که اینجا وجود داشته الان داخل تایم فریم هفتگی هستیم. اومده این مووینگ اوریج رو شکسته و بعد هم به صورت حمایت اومده عمل کرده. حالا تا این یه تیکه که درباره‌اش صحبت میکنیم و دیگه اومدیم بالاش قرار گرفتیم و یک روند صعودی رو داشتیم تا هفته گذشته که اتفاقی که افتاده همونطور که میبینید با یک کندل نسبتا خوب، حالا از پایین یک شادویی داریم ولی خب کندل جونداری هستش، بادی خوبی داره، اومده زیر مووینگ اوریج 21 هفتگی ما بسته شده و حالا تو این هفته که 3 روز دیگه هم وقت داریم در هر صورت ببینیم که چه اتفاقی واسهش میفته. پس این از این لحاظ میتونه که خیلی هم بحثش داغ هستش، یک زنگ خطر کوچیکی در هر صورت برای ما باشه که یکم حواسمون باشه که امکان دارد میتواند یک سری تغییراتی در قیمت داشته باشیم، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. از این منظر حالا بریم روی مووینگ اوریج روزانه 200 روزانه هم با هم یک بررسی داشته باشیم. من بیام هفتگی رو خاموش بکنم، اینورم تایم فریم رو میذارم روی روزانه. واسه روزانه هم به همین شکل اگه برید در گذشته رو نگاه کنید دیگه نمیخوام من تایم ویدیو رو بگیرم، خودتون خیلی راحت میتونید بررسی بکنید. الان ما اومدیم اینو شکوندیم، اومدیم زیرش قرار گرفتیم. حدوداً تا الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم 7 روز هستش که زیر مووینگ 200 روزانه قرار داریم. همونطور که میبینید ما الان اینجا باش درگیریم و به صورت یک مقاومت داره عمل میکنه. پس از این دوتا نگاه قاعدتاً خب یک گفتم زنگ خطری به اصطلاح واسه ما شاید باید زده بشه که یکم بیشتر حواسمون رو بخوایم جمع بکنیم و اگر بخوایم به روند صعودی خودمون ادامه بدیم نیاز هستش که خب این روند کوتاه مدتی نزولی که شکل گرفته در روزانه و هفتگی بیایم با حالا یکی دو تا کندل خوب بالای این مووینگ ها قرار بگیریم، تثبیت بشه، حالا یه پولبکی بهش بزنه و یک ساختاری تشکیل بده و رو به بالا حرکت بکنیم. این از این نگاه. حالا من اینم خاموش بکنم هفتگی رو و خیلی 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 ساده اگه بخوایم یه بررسی از تعریف روند هم داشته باشیم، الان من در هفتگی هستم، در روزانه هم همین شکل هست، زیاد تفاوت خاصی نداره. حالا میتونیم بریم توی روزانه بررسی بکنیم. تعریف روند خب میدونید دیگه، در یک روند صعودی ما باید سقف‌ها و کف‌های بالاتر داشته باشیم، در یک روند نزولی باید سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر داشته باشیم. حالا اگه من بیام اینجا بررسی بکنم خیلی ساده می‌خوایم بررسی کنیم، حالا نمی‌خوایم نقطه‌ای و دقیق بگیم آقا سقف کجاست کف کجاست، خیلی ساده. من اینجا یک کفی داشتم، اینجا یک سقفی داشتم، اینجا یک کف بالاتر داشتم، سقف بالاتر داشتم. خب اوکی، پس اینجا یک روند صعودی برای من شکل گرفته. کف بالاتر نسبت به کف قبلی اینجا میتونیم بگیم تقریبا حالا یکسان، ولی حالا بالاتر در نظر میگیریم چون بالاتر هم بوده. بعد اینجا دوباره سقف بالاتر، اینجا هم کفو میتونیم بگیم یکسان ولی حالا یه کوچولو بالاتر بوده، حالا زیاد نمیخوایم حساس بشیم. کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر، بیایم اینجا سقف بالاتر، دوباره کف بالاتر و اینجا سقف پایینتر و در هر صورت اومده کف پایینتر هم شکل داده. پس از تعریف ساده و کلاسیک روندم اگه بخوایم نگاه بکنیم، من اینا رو پاک بکنم، ما در واقع اومدیم یک هشداری دوباره واسه ما ایجاد شده، یک زنگ خطر کوچکی شکل گرفته که ما میتوانیم حالا در یک اصلاح یا یک روند
نزولی قرار بگیریم، میتوانیم. این دوتا مطلبی که امروز دربارش خیلی ساده صحبت کردیم، بحثش هم خیلی داغ هستش، دلیل 100% نی. یعنی ما داخل یک روند نزولی قرار گرفتیم. حالا خیلی تحلیلشون اینه که میخوایم بریم نمیدونم 10,000 تا 20,000 تا یا هر چی، در هر صورت تحلیل‌های مختلفی وجود داره، یا نه میتونه این روند نزولی ما به صورت یک اصلاح باشه، مثلا حالا قسمت‌های دیگه ما یک اصلاحی رو داشته باشیم بریم رو به بالا، که این اصلاح هم برای بازار احتیاج بود و خیلی بعد حتی زودتر یک اصلاح عمیق‌تری شکل می‌گرفت. چون اگه بیایم حالا در تایم فریم های بالاتر اگه نگاه بکنیم، چه در تایم فریم هفتگی چه مخصوصا در تایم فریم ماهانه بیایم یک نگاهی بندازیم، خب ما به این اصلاح مخصوصا تو این قسمت احتیاج داشتیم. خب بریم روی تایم فریم هفتگی و یکی دو تا مثال با هم دیگه چک بکنیم، مثال های نقص. حالا ما گفتیم اومده اینجا زیرش بسته شده، میخوایم یکی دو تا مثال بزنیم و یه سری نتیجه گیری هایی داشته باشیم. من واسه اینکه دیگه وقت ویدیو خیلی زیاد گرفته نشه اومدم از قبل اینا رو درآوردم، مشخص کردم که خیلی راحت و سریع بریم سراغش. خب اگر بیایم اینجا ببینیم در گذشته توی همین روندی که الان درش قرار داریم این اتفاق خب یه دفعه دیگه هم افتاده. یعنی ما در اینجا در این کندل که مشاهده میکنید 14 آگوست اومدیم با یک کندل خوب خیلی شبیه همین کندل دقیقاً، اومدیم زیر مووینگ 21 هفتگی بستیم، چند هفتگی هم اونجا بوده 63 روز تقریبا، و بعد اومدیم با یک کندل خوب همونطور که گفتم واسه صعود بهش احتیاج داریم اومدیم بالا بستیم و اومدیم روند رو ادامه دادیم که 63 روز این به اصطلاح اتفاق شکل گرفته. توی حالا اینجایی که اومدیم که دیگه روندمون نزولی بوده کاری باش نداریم، داریم توی روندهای صعودی زمانی که اومدیم زیر این مووینگ 21 قرار گرفتیم و با هم دیگه بررسی میکنیم. در سایکل قبلی خب توی این قسمت اگه ببینید اومدیم با یه کندل خیلی جوندار اومدیم پایینش بستیم و اینجا اگه توجه کنید هولوش 70 روز ما زیر این 21 هفتگی قرار داشتیم و دیگه در اینجا در انتهای روند بودیم و رفتیم بالا اومدیم. این قسمت هم اگه یادتون باشه این ریزشی که ما اینجا داشتیم بیشتر حالا دلیل مختلفی داشت، ولی دلیل اصلیش اون درایور اصلیش خبرهایی بودش که اومد از این که ماینرها نمیتونن داخل چین فعالیت کنن و دیگه قرار شد کوچ کنن حالا به کشورهای مختلف و این داستانها و فادهای مختلف هم در اصل خبرهای منفی مختلف هم شکل گرفت در اون زمان و این ریزشو ما تجربه کردیم. اینم از یک نمونه دیگه. حالا اینجا قبل از به اصطلاح بولران سایکل قبلی ما 3 بار این اتفاق افتاده. این بحث اتفاقی که واسه کرونا افتاد حالا خیلی بین علما اختلاف نظر هستش. خیلی ها اینو به عنوان حالا چون یک قوی سیاهی بود میتونیم بگیم از اون رفتار منطقی، حالا منطقی که اون رفتاری که نرم بازار هستش این یکم فاصله گرفت. خیلی ها حالا این مطالبی که به کرونا مربوط میشه رو به عنوان یک نویز و حالا به عنوان یه اتفاقی که افتاده در نظر میگیرن. حالا ما هم فرض کنیم که این کرونا نبوده، حالا میتونیم هم در نظر بگیریم، کاری نداریم. همونطور که ببینید یک 63 روز بوده. اینجا هم اگه بخوایم این کرونا رو در نظر بگیریم من بیام از این ابزار استفاده کردم. اگه خواستید این ابزار این دیت رنج هستش تو این قسمت قرار داره، شما میتونید بیاید و مشخص کنید اگر از جایی که اومدیم زیرش قرار گرفتیم بیایم انجام بدیم. تقریبا ببینید اینجا هم 63 روز میشه، یعنی هولوهوش هر وقت ما زیر این مووینگ بودیم 70 روز 60 روز اومده این اتفاق شکل گرفته و قبلش هم البته بوده که حالا این کمتر بوده 28 روز بوده. و اگر گفتم این کرونا مثلا اتفاق نمی افتاد خب البته ممکنه کلا شکل سایکل قبلی ما خیلی متفاوت میشد. فرض کنید که از همینجا مثلا میتونستیم بریم مثلا این یه تیکه دیگه شکل نمیگیره و البته تا کجا میرفتیم اینم خودش بحث بود، چون خیلی این هیجانی که ما اینجا میبینیم در اصل به خاطر اون سیاست‌های انبساطی که توسط دولت و بانک مرکزی شکل گرفت و اون حمایت‌های مالی که دولت آمریکا داشت چکایی که میداد خب شکل گرفت. به اصطلاح یه سری پول مفت اومد دست ملت و خب حالا تب و تاب این داستانم داغ بودش و خب خیلی ها پولشون رو وارد بازار کردن. این از این مطلبی که میخواستم. مثالهای پس نقص هم وجود داره که در گذشته اتفاق افتاده و ما دیدیم که به چه شکلی هستش. حالا من بحثی که هستش نظرم اینه که بحث سر اینه که در واقع تا من نظرمو بگم اینه که الان این اتفاقی که افتاده میتواند جزو کدوم یکی باشد؟ میتواند جزو این قسمت باشد که مثلا فرض کنیم ما اومدیم زیر مووینگ 21 و یک روند نزولی رو داریم شکل میدیم، یا نه میتونه به اصطلاح یک مثلا اصلاح مید سایکلی باشه، یعنی واسه اواسط فرض کنید یک روند صعودیه مثل همین موردی که اینجا داشتیم، فرض کنید مثل این دو موردی که در سایکل قبلی داشتیم. بحث اینه که میتواند
کدام باشد. یه سری فرضیه است که میخوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم. نظر این شخصی من هستش با توجه به داده ها و دیتا هایی که تا الان داریم. نظر من این هستش که این میتواند یک اصلاح باشد و ما همچنان در سیکل صعودی خودمون قرار داریم. یه چیزی میتونه مثل اینجا باشه، یه چیزی میتونه مثل اینجا باشه. چرا همچین حرفی میزنم؟ الان جلوتر با هم دیگه دلایلشو بررسی خواهیم کرد که از دیدگاه من چرا ما میتوانیم به اصطلاح اون روند صعودی خودمون ادامه بدیم و داخل حالا یک بلوران اصلی قرار بگیریم. خب نکته‌ای که وجود داره، حالا قبل از اینکه من برم سراغ اون دلایل توجه کنید، ما اومدیم جایی کم بررسی کردیم با هم دیگه، دیدیم وقتی که وسط حالا سایکل ما بوده و روند می‌خواسته ادامه داشته باشه، نزدیک 70 روز، حالا 61 روز، 2 ماه یا همچین حدودی ما این زیر در گذشته با توجه به دیتاهایی که داشتیم قرار گرفتیم. اگر بخوایم همین فرض رو داشته باشیم که این اتفاق بخواد بیفته، خب اگر از جایی که این اومدیم زیرش بستیم داخل هفتگی هستیم، ما اولوش 70 روز بگیریم، تقریبا میریم تا کی؟ میریم تا اواسط ماه سپتامبر. این ماه سپتامبر رو یادتون باشه، سپتامبر و نوامبر رو باهاش کار خواهیم داشت. خب پس اگر طبق گذشته پس ما عمل کنیم، ما میتونیم یک بازه 70 روزه اینجا بخوایم حالا یا رنج بزنیم یا بیایم حتی قیمت‌های یکم پایین‌تر رو ببینیم و به روندمون ادامه بدیم. حالا نکته دیگه‌ای که وجود داره، بیایم گفتم امروز می‌خوایم یکم متفاوت‌تر از دیدگاه‌های مختلف بیایم با هم دیگه بررسی بکنیم. من بیام یه مطلب دیگر هم اینجا باز بکنیم، این یکی رو هم بیام ببندم. در اصلاحایی که ما داخل، حالا اینو از روی روزانه راحت‌تر میتونیم ببینیم، در اصلاحای به اصطلاح وسط اون روند صعودی که داشتیم در گذشته هم بخوایم بیایم ببینیم، حدوداً میانگین اصلاحایی که ما اومدیم انجام دادیم خودتون هم میتونید بررسی کنید، هولوش مثلا 20%، 20%، 30%، 22%، 22%، 21%. و این اصلاحی که شکل گرفته همچین هولوشی، مثلا میتونیم بگیم یعنی 20 تا مثلا 25% میانگینش اومده شکل گرفته از نقطه حالا بالایی که شروع به اصلاح کردیم. پس اگر همچین فرضیه‌ای رو هم بخوایم مطرح بکنیم، ما میتونیم حالا از این قسمت که شروع کردیم بیایم حالا بگیم 20%، حالا همین اصلاحی که کرده خودش میتونه 25% در نظر گرفته باشه دیگه. خیلی بخوایم بریم پایین‌تر تا 30% میتونیم 50,000 هم در نظر بگیریم. توجه بکنید نه یه سری فرضیات هست که میخوایم میگم از دیدگاه‌های مختلف، حالا فقط بحث تکنیکال نیست، جلوتر میریم و مطالب دیگه‌ای هم با همدیگه بررسی خواهیم کرد. گفتم میخوام جنبه آموزشی داشته باشه و دیدگاه‌های مختلف رو به صورت جالبی با همدیگه بررسی کنیم. پس گفتیم که میتوانیم تا 2 ماه دیگه حالا یا رنج بزنیم یا یکم پایین‌تر هم ببینیم، حالا ما اگه بیایم تا 30% هم بگیریم توی این محدوده میتونیم این رقم رو با توجه به دیتاهایی که داریم در حال حاضر به اصطلاح داشته باشیم دیگه. اینجا یا رنج بزنیم یا حتی پایین‌تر ببینیم، حالا ممکن است این اتفاقها هم نیفته. خب این از 2 تا مطلبی که می‌خواستم بهتون بگم. حالا جلوتر هم بررسی می‌کنیم که چرا می‌تونیم به اینا به این مدت زمانه وزن بیشتری بدیم و ببینیم که داستان به چه شکلی هستش. حالا بریم با هم دیگه بررسی کنیم که چرا من میگم که می‌تونیم رشد بیشتری رو داشته باشیم. من بیام اینا رو خاموش بکنم که راحت‌تر ببینیم میخوایم چه کاری رو انجام بدیم. یک اندیکاتوری وجود داره به نام BTC، اگه ببینید من اینجا روشنش کردم، BTC Halving Rainbow. این بالا اگر سرچ کنید واسهتون میاره. خب من اینا رو هم چرا نرفتن کوژی. اوکی، من بیام اینا رو هم خاموش بکنم، بریم داخل هفتگی و ببینیم که داستان به چه شکل هستش. که این اندیکاتور اطلاعات مختلفی رو به ما میده، 2 نوع اطلاعات به ما میده. یکی خدمت شما عرض شود زمانهای هاوینگ که شکل گرفته، این خطهای سفید رنگ که میبینید داخل نمودار قرار داره، تاریخاش هم واسه ما زده، هاوینگ اول، دوم و سوم داره زمان و تایمش و اینا رو نشون میده. و یک کالر کد هم داره، همونطوری که این بالا میبینید بر اساس روز اومده، مثلا این آبی 1400 روز مونده تا هاوینگ بعدی 1150 روز، و همونطور که میریم سمت قرمز 80 روز هی داره فاصله مون تا هاوینگ بعدی کمتر و کمتر میشه که داره روی نمودارم اگه ببینید این رنگا داره به ما نمایش داده میشه. خب مطلبی که اینجا مهمه میخوایم بررسی کنیم، تا حالا توی این هاوینگ هایی که داشتیم در سایکل های گذشته اگر توجه بکنید، اون بولران اصلی ما اتفاقی که واسش افتاده زمانی اتفاق افتاده که این هاوینگ شکل گرفته و بعدش ما اون حرکات اصلی رو
به اصطلاح شروع کردیم. توی هاوینگ اول در سال 2012 اگر ببینید، حالا در هر صورت قبل از هاوینگ اصولا با هم دیگه بررسی می‌کنیم، وقتی که قیمت بیت کوین حالا ریزشی هست و به جایی میرسه قبل از هاوینگ که به اصطلاح زیر اون ارزش ذاتی خودش قرار میگیره، داره یک حباب منفی میشه و ارزنده هستش، بزرگان بازار به اصطلاح میان اکومولیشن یا حالا تجمیع میکنن، شروع میکنن به جمع آوری بیت کوین چون واسهشون ارزنده است. و بعد از هاوینگ حالا به خاطر اون دلایل فنی که داره میدونید، در اصل اون پاداش ماینرها نصف میشه، این داستان ها، یک بولرانی شکل میگیره و قیمت به اصطلاح رشد میکنه و در نواحی دوباره که حالا دیگه خیلی اون قیمت بیت کوین حبابی میشه و از قیمت ذاتی خودش دور میشه، میان اینا به اصطلاح اونو توزیع میکنن، دیستریبیوتش میکنن. این روند سایکل خلاصه ای که در سایکل های بازار شکل میگیره. در هر صورت بعد از هاوینگ اول اگر ببینید، اون حرکت اصلی ما بعد از هاوینگ اول شروع شده و سقف اومده، سقف قبلی خودشو بعد از هاوینگ زده و رفته بالا و اون بولران اصلی شکل گرفته و ATH های دو تا ATH داشتیم که میبینید. در هاوینگ دوم که در سال 2016 ایجاد شده، حالا همیشه هم بعد از هاوینگ گازشو نمیگیره بره بالا. حالا یه مثال اینجا مثلا خوب اومده رفته بالا، ولی معمولا امکان داره یه مدتی حالا رنج بزنه، یا همونطور که میبینید در این هاوینگ دوم هم ما هولوش تقریبا یه 30% ریزش داشتیم، ولی خب بعدش دوباره شروع به حرکت کردیم. چیزی که واسه ما مهمه اون حرکت اصلیه، به اصطلاح اون بولران اصلیه که معمولا تا اینجای کار بعد از هاوینگا شکل گرفته. خب اگه ببینید در هاوینگ دوم و در سال 2016 هم به همین صورت اومدیم، بعدش اومدیم سقف قبلی خودمون رو زدیم، این خط زرد میشه این سقف قبلی، اومدیم سقف قبلی خودمون رو زدیم و رفتیم ATH جدید زدیم که 19000 بود که در سال 2017 شکل گرفت و خود منم توی این بولران اینجاها بود که با بازار خیلی بیشتر آشنا شدم و به صورت جدی فعالیت خودم رو شروع کردم و امروز در خدمت شما هستم. بله، در خدمت شما عرض شود که هاوینگ سوم هم به همین صورت هستش که در سال 2020 شکل گرفت. همونطور که میبینید، حالا بعد از هاوینگ اگه ببینید ما یه چند هفته‌ای رنج زدیم اینجا همونطور که توضیح دادم خدمتتون، و بعدشون حرکت اصلی ما شکل گرفته و اومدیم این سقف خودمون رو بعد از هاوینگ زدیم و رفتیم بالا. حالا نکته‌ای که وجود داره، من اینا رو پاک بکنم. نکته‌ای که وجود داره بحث اینه که خب دستی پاک کنیم بهتر. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که در سایکلی که الان داخلش قرار داریم یک کم رفتار بازار متفاوت شده، داستان‌ها متفاوت شده. یعنی ما سقفی که داشتیم فرض کنید که اینجا بوده، هاوینگ ما در 14 اپریل که شکل گرفته، قبل از اینکه اصلا کلا ما به هاوینگ برسیم، همونطور که می‌بینید ما اومدیم سقف قبلی خودمون رو زدیم، ولی همونطور که دیدید ما در هاوینگ میرفتیم حالا یه رنج میزدیم یا یه اصلاحی میکردیم و بعد اون حرکت اصلی شروع میشد. این بار یکم رفتارش نسبت به سایکل های قبلی متفاوته که حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. در صورت بازار داره بالغتر میشه، بازیگران بیشتری داخلش میان، حجم بیشتری پول داخلش اومده، اما رفتار حالا بتونیم بگیم یک رفتار درست و یک دلیل درستی که داشته باشیم که چرا قیمت اومد بالا و زودتر از هاوینگ اومد این سقف و زدش، میتونیم به بحث تصویب و حالا اون قانونگذاری‌های ETF ها و قانونگذاری‌ای که داخل بازار انجام شد و در اصل اون حجمی که ETF ها خرید کردند خیلی کمک کرد به این رشد قیمتی که باعث بشه این اتفاق برای ما بیفته. این از این مطلب. پس با توجه به داده‌هایی که از هاوینگ داشتیم در دوره‌های پیش، حالا چیز عجیب غریبی نیستش. ما اینجا دیدیم تا 30% هم داشتیم که بعد از هاوینگ بخوایم بیایم اصلاح کنیم، یعنی بخوایم حالا هنوز حتی یک کوچولو هم جا داره میره تا نزدیک همون 30% که خودمون اونجا اومدیم در آوردیم تقریبا، یا حتی میتونیم رنج بزنیم برای چند هفته و طبق دارم میگم داده های پیش هیچ دلیلی نداره که الان بخواد این اتفاق بیفته. اینا حالا نظراتی است که داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و بیشتر هم گفتم جنبه آموزشی داره که بتونیم از دیدگاه‌های مختلف به بازار نگاه بکنیم. ما میتونیم در نظر بگیریم که امکان دارد اون حرکت اصلی ما حالا در واقع بخواد در آینده شکل بگیره و ما قیمت‌های بالاتری هم بخوایم مشاهده بکنیم و دلیل اینکه حالا چرا سقف هم زدیم گفتیم میتونیم به بحث ETF ها بیایم اشاره بکنیم. این از خب بحثی که میخواستم اینجا داشته باشیم درباره هاوینگ و یه سری نکات با هم دیگه یاد بگیریم و یکی از دلایلی که من میگم میتونیم ادامه بدیم این میتونه باشه. حالا بریم درباره یک مبحث دیگه ای هم صحبت بکنیم، بحث MVRV که Market Value to Realized Value هستش که من
قبلا درباره‌اش که ویدیو مفصل درباره اینکه UTXO چیه، یکی دو تا شاخص دیگه درست کرده بودم که خب متاسفانه بچه‌ها ندیدند و میگم به این مسائل علاقه ندارن. نمیدونم الان چقدرتونم دارید این ویدیو رو تا این دقیقش میبینید، چون ویدیو طولانی خواهد بود و کلا همه دوست دارن که 5 تا ارز بهشون بگی میلیاردر شن و یا علی مدد و برن و صفا بکنن که خب همچین چیزی در بازار وجود نداره. خب بگذاریم از این بحثا. این توضیح NVRV هستش که من خیلی خلاصه بگم یک داده آنچینی، یک شاخص آنچینی هست. همونطور که میبینید NVRV ریشیو میاد مارکت کپو که همون قیمت کنونی به اصطلاح، حالا اینجا داریم درباره بیت کوین صحبت میکنیم، بیت کوین هستش و ضرب در به اصطلاح اون تعداد بیت کوین هایی در گردش میکنه و ریلایز کپ هم اون ریلایز پرایس هستش که ویدیوش داخل کانال هست، برید ببینید. من دیگه توضیح نمیدم وقت ویدیو گرفته بشه. این دوتا رو تقسیم بر هم میکنه، یک نسبتی به دست میاد که به اصطلاح میتونیم بگیم که اون ارزندگی بیت کوین رو نشون میده که این به چه صورتی هستش. اگر این با اینم ببینید وقتی که میاد زیر 1 قرار میگیره، این نسبت در واقع داره نشون میده که بیت کوین حباب منفی داره و میتونه ارزنده باشه، زیر قیمت ارزش ذاتی خودش هست. و وقتی که بالای به اصطلاح حالا خودش اینجا گفته 3.7 ولی اینم الان درباره‌اش صحبت میکنیم، تو این ناحیه قرمز رنگ قرار میگیره، میتونیم بگیم که خب حباب حالا مثبت زیادی داره و خیلی بیشتر از اون ارزش ذاتی خودش هست و میتواند اینجا مثلا هولوش سقف مارکت ما باشه. و حالا توضیحات زیادی که داره که الان نمیخوایم دیگه واردش بشیم، خیلی خلاصی گفتم اول یه اشاره بکنم تا اگه بچه‌ها که ویدیو رو ندیدن حدوداً بدونن به چه شکلی هستش. اینو تو سایت‌های مختلف توی ویدیوش هم گفته بودیم میتونید داشته باشید. حالا من اینجا دارم از سایت اشتراک دارم، از سایت کریپتو کوانت، اینجا با هم دیگه بررسی می‌کنیم NVRV ریشیو رو. خب همونطور که ببینید در گذشته همونطور که خب تو توضیحاتش هم بود، هر وقت که بالا اون عدد یا حالا این ناحیه قرمز رنگ ما که 3.7 بود قرار گرفته، همونطور که اینجا می‌بینید این سفیده قیمت بیت کوین هست، میتونه سقف خودش باشه. و هر وقت که در ناحیه سبز رنگ قرار گرفته، زیر اون ارزش ذاتیش بوده، زیر عدد 1 بوده، اون نسبت اومده. ببین همونطور که می‌بینید میتونه کف ما باشه که اینجا به خوبی عمل کرده. و در قسمت بعدی هم اینجا که حالا دوباره رفتیم بالا در اون ناحیه قرمز رنگ، حالا یک ریزشی رو داشتیم ولی خب باز دوباره مجددا به بالا رفتیم، مثل حالا سایکل قبلی که داشتیم. حالا اینجا واسه سال 2014 است ولی در سال اینجا سقف بیت کوین بوده، دوباره اومدیم در ناحیه سبز رنگ، کف اومده تشخیص داده، رفتیم بالا دوباره تو این ناحیه قرمز رنگ دوباره سقف بوده و همینطور که میبینید کف بوده و این خیلی خوب تا الان کار کرده. در سایکل قبلی هم به همین صورت بوده و در همین سایکل هم کفو تا اینجای کار بسیار خوب تشخیص داده که خب میگم بچه‌ای که ویدیو رو میدیدن میتونستن خیلی راحت از این مطالب استفاده بکنن. در هر صورت اگر هم حالا واسه خرید بیت کوین میخواید اقدامی بکنید، هر چقدر فرض کنید که اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که هر چقدر ما به این عدده، به این سبزه نزدیکتر باشیم، خب ارزندگی در صورت بیشتری داره. حالا هاوینگو که بررسی کردیم، از این شاخص هم میتونیم بگیم که خب اگر بخوایم بر این اساس یک نگاهی داشته باشیم، ما هنوز این محدوده قرمز رنگ و اون نسبت حالا 3.7 رو ندیدیم. پس از این شاخص هم میتونیم یک استنباطی داشته باشیم که میتوانیم احتمالش میتواند باشد که در آینده باز ما حالا بیایم یک هیجان بیشتری رو در بازار داشته باشیم و رشدهایی رو شاهد باشیم. البته نکته‌ای که وجود داره توجه بکنید، این حبابه هر چقدر که اومدیم بازار بالغتر شده و اومدیم رو به جلو، حالا حدودی من اگه اینجا بتونم بگیرمش تقریبا نزدیک به 8 بوده، یعنی 8 برابر قیمت ذاتیش ارزش داشته. در حالا دوره‌های بعدی مثلا بوده 5 بوده، 4 بوده و در 2017 مثلا حدودا حالا 4 خورده‌ای بوده و در سایکل قبلی رسیدیم به 3 خورده‌ای، 2 خورده‌ای که دیگه بازار ریزشی شده. یعنی ما هرچی اومدیم جلوتر بازار بالغتر شده، بازیگران بیشتری اومدن، پولای هوشمند اومدن، این حبابه کمتر و کمتر شده. خب پس این دقیقاً هم نمیتونیم حالا بگیم 100% حتما ما به اون 3 خواهیم رسیدش، ولی خب باز گفتم میتونیم در نظر بگیریمش. اینجا 2.7 بیشترین تو این حالا سایکلی که داشتیم 2.7 بیشترین مقداری بوده که تقریبا حبابی بوده که ما داخلش قرار گرفتیم. پس این 2 تا نگاه متفاوت از یک شاخص آنچینی و اون بحث هاوینگ که حالا صرفا گفتم اینا رو گفتم که بیایم خارج از مباحث تحلیل تکنیکال، فقط با مباحث تحلیل تکنیکالی نخواهیم بازار رو بررسی کنیم که به این دلایل تکنیکالی میتوانیم رشد بکنیم که قاعدتا هست. من گفتم
بیایم این ذهنیت رو ایجاد کنم که از دیدگاه‌های مختلف هم میشه بازار رو تحلیل کرد و شاید خیلی هم قشنگتر جواب بده تا صرفاً 4 تا خط و خطوط بخوایم بکشیم. اما نکته‌ای که وجود داره و مطرح هستش، بریم سراغ قسمت بعدیمون، اینه که اگر ما بخوایم این فرضیه‌ای رو که مطرح کردیم بر اساس این دوتا شاخص هاوینگ رو فرض کنیم اون قیمت ذاتی، حالا هر کسی فرضیه‌های خودش داره، اصلا تکنیکالی و چه مواردی لازمه که بتونه این از این جایی که ما هستیم ما بخوایم بیایم شروع بکنیم و یک حرکت صعودی رو داشته باشیم و قیمت‌های بالاتری رو ببینیم. خب قاعدتاً بحث حرکت قیمت بحث عرضه و تقاضاست، باید واسش تقاضا وجود داشته باشه، باید پول بیاد تو بازار، باید خریدار وجود داشته باشه که این اتفاقات شکل بگیره. خب چه اتفاقی میفته که ما بتونیم پول بیشتری رو شاهد باشیم، معامله‌گران خرد بیان، معامله‌گران سازمانی بیان، پول‌های درشت بیان وارد بازار؟ می‌خوایم از چند تا منظر بررسی کنیم. همینجوری حالا شما دوست داریم بره بالا و هاوینگ گفته اونجوری و نمیدونم ایچیموکو گفته فلانجا که قیمت بالا نمیره. پول باید بیاد که این آقا بره بالا، ملت باید بگه ما می‌خوایم، ما بگیم باشه داداش ما می‌فروشیم، یا علی مدد برو بالا و سود ما رو بده. اوکی، داستان به این شکل. حالا از سه تا منظر می‌خوایم با هم دیگه این داستان رو بررسی بکنیم. یک نکته که خب بسیار مهمه ما در پیش رو داریم بحث انتخابات آمریکاست. چرا برای ما این انتخابات آمریکا مهمه؟ خب یکی از مواردی که میتونه به رشد قیمت کمک بکنه اخبار خوب داخلی، یعنی داخل خود بازار کریپتو هستش. حالا کاری به اقتصاد و دنیا نداریم. یعنی یه سری خبرهای خوب بیاد. مثل چی الان میتونه حالا لب مرز از خیلی به ما کمک بکنه؟ مثل تایید ETF های اتریوم دیگه اجرایی بشه، اتفاق بیفته، تایید ETF سولانا، صحبت‌هایی از تایید ETF تایید کردن، یعنی صحبت‌هایی از اینه که کوین بیس حالا ETF به اصطلاح پولکادات رو میخواد و حالا موارد این چنین، یعنی خبرهای خوب فاندامنتالی داخل بازار شکل بگیره. خب واسه اینکه این اتفاق بیفته ما به یه سری داستانها نیاز داریم. بریم سراغ بعدی، اونم یکی که میتونه به ما کمک بکنه. بحث چیه؟ بحث ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستش که در 5 نوامبر شکل میگیره. اگه اشتباه نکنم، حالا من سرچ کردم این کانت دانش هست، 116 روز دیگه از الان شکل خواهد گرفت. و خب چرا میتونه این انتخابات واسه ما مهم باشه؟ خدمت شما عرض شود آقای بلک راکم. خب خدمت شما عرض شود که این آقا رو خب قاعدتاً به احتمال زیاد میشناسید. خدمت شما عرض شود، تلفظش هم درست بگم، آقای گری گنسلر که حالا اون رئیس سک سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا هستش و در هر صورت این زاویه خوبی به بازار کریپتو نداره. کلا سنگ اندازی‌های زیادی کرده واسه همین تصویب ETF های بیت کوین. خب خیلی داستان ایجاد کرده بود. در حال حاضر با پروژه‌های مختلف درگیری داره، شکایت کشی، دادگاه بازی و این داستانا، مثلا اتفاقاتی که واسه ریپل افتاد به احتمال زیاد در جریان هستید. و خلاصه یکم این داداشمون با ما مشکل داره، به قول اون دوستمون ما داریم اینجا زحمت میکشیم، مشکل داریم. مشکل چیه؟ خلاصه آره یکم مشکل داره. و خب اگر فرض کنیم که آقای ترامپ بیاد، آقای ترامپ هم اومده از این داستان یکم حالا استفاده کرده. خدمت شما عرض شود که این کوی عکس قشنگی داشت ترامپ، اینجا رفتش. در هر صورت آقای ترامپ هم اومده از این داستان استفاده کرده و خب اومده از بازار به نحوی حمایت کرده و گفته که آره ما باید توی این صنعت بیایم مثلا پیشتاز باشیم و نباید مثلا خیلی مشکل ایجاد بکنیم و تو دنیا باید مثلا حرف اول رو بزنیم. اومده در اصل حالا بخواد رای بیاره یا واقعا این کارو بکنه یا نه شما نمیدونیم، چون در گذشته خب اینم زاویه داشت ترامپ با بیت کوین و اینا طبق مسابقه‌ای که داشت اگه دیده باشید در هر صورت سری مشکلاتی رو با این داستان داشتش. ولی در هر صورت الان اومده این صحبت‌ها رو کرده. خب اگر آقای ترامپ بیاد از این دیدگاه میتونه واسه بازار خوب باشه و خب احتمال میره که این آقای گری گنسلر عوض بشه و حالا کاندیدایی که فعلا مطرح شده تو مقاله‌ای که من میخوندم و توی توییتر صحبتش بود، اگر اشتباه نکنم حالا فکر کنم این دو تا آقا دربارهشون صحبت میشه که اگه آقای ترامپ بیاد میتونن بیان سر کار، که خب مخصوصا این آقا اسمشون دنیل گالاگر حالا اگه اشتباه نکنم هستش و توی مقاله که من میخوندم در حال حاضر فکر کنم رئیس یا مشاور ارشد حقوقی
رابین هود هستن که خب رابین هود هم حتما میدونید، در هر صورت خود رابین هود هم توی کریپتو حالا یه سری فعالیتایی رو مثلا انجام داده و میخواد انجام بده. در هر صورت با این بازاری که ما درش فعال هستیم رابطه بهتری دارن و میتونه سوخت ما رو از لحاظ خبرهای داخلی تامین کنه. البته خب این زمان میبره تا ترامپ بیاد، حالا بیاد سر کار و اینا عوض شن، حالا یه مدتی هم اون آقا هست، ولی خب یک نگاه کلی اصلا خود ترامپ بیاد این خبره میتونه واسه بازار به این دلایلی که گفتم خوب باشه. حالا اینکه ترامپ بیاد یا نه به احتمال میتونیم بگیم بیشتری میتواند ترامپ باشه طبق نظرسنجی هایی که حالا اگر یه سرچ هم بکنید وجود داره. حالا با توجه به این آخرین مناظره ای هم که آقای بایدن و ترامپ با هم دیگه داشتن، این بنده خدا نمیتونه صحبت کنه، یه سری مشکلاتی داشت، الان توی حالا حزبشون هم یه سری اختلافاتی به وجود اومده که میگن کناره گیری بکنید. شانس آقای ترامپ در حال حاضر طبق نظرسنجی ها بیشتر هستش و منم با توجه به اتفاقاتی که افتاده احساس میکنم که اگر همینجوری سیستم بخواد بره جلو، احتمال اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه و اون اتفاقای خوب واسه بازار بخواد بیفته بیشتر هستش. همچنین یک سایتی هست به نام پلی مارکت که خب حالا اینجا کارهای بد، کارهای زشت انجام میدن، حالا توی قسمت‌های مختلف میتونن شرط بندی بکنن و واسه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2024 هم اینجا این داره شکل میگیره که حالا همونطور که میبینید احتمال آقای ترامپ 62% هستش، در کل 244 میلیون، هر روز هم بیشتر میشه ماشاءالله. 244 میلیون شرط بندی شده روی حالا این داستان، روی این انتخابات که 28 تاش روی آقای ترامپ بوده، 31 روی آقای بایدن بوده و حالا بقیه کاندیدا و مواردی که وجود داره. پس در کل اون سنتیمنتی که هستش بیشتر سمت آقای ترامپ از طریق دادایی که وجود داره هستش. این از این مطلب دیگه میخوایم دربارش صحبت بکنیم. خب من اینو فکر کنم بعد یک رفرش بکنم، یه لحظه. خب بریم اینو یک رفرش داشته باشیم ان شاءالله، به امید خدا اگر اینترنت امروز با ما یاری بکند لطفاً. خب تشکر میکنم. این از بحث سوخت داخلی که گفتیم. خب غالبا میدونید که آقا مهمترین چیز درایور اصلی بازارها و مخصوصا بازارهای ریسکی کلا، حالا چه کریپتو چه کامودیتی ها چه حالا بقیه قسمت ها سهام و این داستان ها، درایور اصلیش اقتصاد کلان هستش و این سیاست های بانک مرکزی و دولت هستش که میاد تصمیم میگیره که آقا پول های بزرگ، پول های هوشمند، اونا چشمشون به دهن اینها هستش، اونا از لحاظ ماکرو اکونومیک میان بررسی میکنن، نمیدونم خط روان شکست نمیان وارد بازار بشن یا بخوام بخرن. صحبتایی که ما میکنیم EMA نمیدونم 21 و فلان، اونا درگیری نیستن، پولای گنده چششون به دهن بانک مرکزی، چششون به سیاستایی که دولت میگیره، در هر صورت اونجوری میان عمل میکنن. خب از این دیدگاه ما باید چه اتفاقاتی واسمون بیفته بریم بالا؟ بیایید اگر داخل سایت CME گروپ و بیایید خدمت شما عرض شود که اگر سرچ بکنید همین CME گروپ فد واچ تول رو اگه سرچ بکنید داخل گوگل، این بالا من هستش میتونید ببینید، ولی خب خیلی راحته. سرچ بکنید میایید داخل این صفحه قرار میگیرید. من بیام اینو فول اسکرینش بکنم. این بالا تا جلسه بعدی FOMC 20 روز مونده، یک کانتدانی داره که ما میتونیم ببینیم چقدر تا جلسه بعدی مونده. بیایم روی این قسمت مثلا خب در صورت نرخ بهره رو داریم میتونیم ببینیم و اینکه در جلسه بعدی چند درصد مثلا نظرات به چه صورتی هستش که نرخ بهره چقدر کاهش پیدا میکنه چقدر کاهش پیدا نمیکنه، که در جلسه بعدی 95% میگن هیچ ما ریت کاتی نخواهیم داشت، نرخ بهره کاهش پیدا نخواهد کرد. حالا اگر بیایم از این قسمت سمت چپ روی این قسمت احتمالاتش بیایم بزنیم، یک جدولی رو به ما میده که من اینو حالا زومش بکنم که یکم قشنگتر بتونیم ببینیم. یک جدولی رو به ما نشون میده حالا از پیشبینی‌هایی که میکنن در به اصطلاح جلسات بعدی. اینجا تاریخ جلسات بعدیشون هستش که به چه صورتی است. طبق حالا اون تحلیلگران مقاله‌ای که من میخوندم، دیتایی که هستش، پیش بینی میکنن که توی 7-8 جلسه 9 جلسه یه بعدی FOMC ما دیگه مثلا هولوش خدمت شما عرض شود، یعنی از سپتامبر بعد البته ما هولوش 7 پله 8 پله کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم. اینجا همونطور که میبینید در جلسه بعدی که دیدیم 20 روز دیگه است، 95% بر این نظر هستن که خب این نرخ بهره کاهش پیدا نخواهد کرد. واسه جلسه بعدی که تو سپتامبر هستش 68% نظرشون بر این هستش که ما یک پله به اصطلاح کاهش خواهیم داشت و خب حالا این داده ها الان پیش بینیاش هستا.
یک سال فرض کنید مثلا آینده، ولی خب هر چقدر که ما به زمان ما به این داده ها نزدیکتر باشه، اینجایی که خیلی شفافتر با توجه به داده هایی که در اقتصاد میاد، خب نظرسنجی ها متفاوت میشه، عقاید متفاوت میشه و ما داده های شفافتری رو خواهیم داشت. ولی همونطور که گفتم صحبت بر این هست توسط کارشناسان که این 7 پله به اصطلاح تعدیل و کاهش نرخ بهره شکل بگیره، که البته میگم با توجه به داده‌هایی که میاد باید قضاوت بشه. اگر این اتفاق بیفتد، یعنی از سپتامبر همینطور که اینجا میبینیم به اصطلاح این انتظار شکل بگیره و ما کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم، میتواند اتفاق خوبی باشد. هرچقدر این اتفاق دیرتر شکل بگیره، خب هم از لحاظ رشد بازار واسه ما میتونه بد باشه و هم امکان دارد که صدماتی رو کلا به اقتصاد بزنه که اصلا بازی عوض بشه، اصلا یه اتفاقاتی بیفته ما بریم سمت رکود، وضعیت بیکاری و این داستان ها خیلی اوضاعش بخواد بیریخ بشه، ما بریم خدای نکرده سمت رکود که دیگه اونجا اصلا یهویی هم بیان کلا تو 1-2 جلسه 3 جلسه نه هر چی بخوام نرخ بهره رو بیارن دیگه به پایین‌ترین حد ممکنش برسونن، ولی بریم داخل رکود، اصلا اتفاق خوبی واسه بازارهای ریسکی تا به اینجای کار نیفتاده در رکودها و قاعدتا هم نخواهد افتاد. پس اینکه نرخ بهره از کی و چرا کم میشه هم واسه ما مهم هست. اگر به صورت طبیعی از سپتامبر شروع بشه کم شدن و اتفاق بدی واسه بازار کار نیفته، این واسه ما خوب هستش. ما میتونیم هولوش 10 ماه 1 سال وقتی خب این نرخ بهره کم بشه، در هر صورت پول ها میاد به سمت بازارهای ریسکی حرکت میکنه، در گذشته که به این شکل بوده و میتونه اتفاقات خوبی هم از لحاظ اقتصاد کلان واسه ما شکل بگیره. اما اگر بازار کار صدمه ببینه، خب فد دیرتر اقدام بکنه واسه این کاهش و با همچنان تورم درگیر باشه، امکان دارد که اتفاقای خوبی واسه ما نیفته و اینو باید حواسمون جمع باشه. این از این نکته. خب بریم یه مطلب دیگر هم بررسی بکنیم که گفتم امروز چیزای باحالی رو می‌خوایم با هم ببینیم. در حال حاضر امروز ساعت 4 الان که من دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم ساعت 1 هستش، 3 ساعت دیگه. سعی می‌کنم سریع حالا قبل از اینم اگر وقت بشه، کاش حواسم نبود مثلا اگه میشد دیروز من اینو ضبط می‌کردم خب خیلی بهتر بود. در هر صورت مطالب آموزشیش واسم مهمه. تا 3 ساعت دیگه به اصطلاح خبر، البته ببخشید این واسه تومارو هستش روی تودی، آره تا 3 فرق نداره، در ساعت 4 هستش. تا 3 ساعت دیگه ما آمار و داده های خدمت شما عرض شود که اینفلیشن تورم رو خواهیم داشت که بسیار بسیار مهمه. اگر داده ها امروز خوب بیاد، حالا دیگه حداقل میتونیم بگیم با توجه به حالا پیش بینیایی که شده یا حتی بهتر بیاد، خیلی میتونه واسه ما مهم باشه و قاعدتاً میتونیم نوسانات رو به مثبت خوبی رو در بازار شاهد باشیم. و همچنین با توجه به حرفایی که زدیم، البته خب CPI هستش واسه یه بانک مرکزی، فدرال رزرو بیشتر کور CPI مطرح هستش که خب بیشتر به اون نگاه میکنم، ولی در هر صورت میتونه انتظارات خوبی رو شکل بده که ما به سمت اون کاهش نرخ بهره که گفتیم بریم. ولی اگه این چسبندگی همچنان وجود داشته باشه که بالاتر بیاد، خب میتونه یکم فد پافشاری بیشتری واسه نگه داشتن این نرخ بهره ها داشته باشه. بریم سراغ قسمت بعدیم. اینجا هم سایت فرد هستش، اگر سرچ کنید میتونید بیاریدش و خدمت شما عرض شود که من الان داخل این قسمتی که حالا هستیم اومدم داخل unemployment rate. حالا بذارید اصلا از اولش با هم دیگه من برم داخل سایت که بررسی کنید. فردو که بزنید داخل این سایت میتونید بیایید. از اینجا ما میتونیم مثلا فرض کنید چیزی شبیه تریدینگ ویو به یه سری از داده های اختصاصی دسترسی داشته باشیم، با داده های دیگه بررسیش کنیم در زمان های گذشته و یه سری حالا بخوایم نتایج رو خیلی خلاصه دارم میگم ازش بگیریم. من اگه بیام خدمت شما عرض شود که روی قسمت unemployment و حالا همونجا هم داشت unemployment rate نرخ بیکاری بذارم، این نموداره رو من میتونم ببینم که به چه شکلی بوده در سالهای گذشته. حالا این پایینم من میام یکم فیلترش میکنم که حالا بیاییم باز به سالهای نزدیکتر اینجا قرار بگیریم. این توصیه‌ها که میبینید رکودهایی هستش که شکل گرفته. حالا اگه من بیام تو این قسمت ادیت گراف بزنم و اینجا میتونم مثلا تغییرات واسه خود این داده انجام بدم، ولی اینجا میام ادلاین میزنم، میتونم بیام یک داده دیگری رو بهش اضافه بکنم و بخوام مقایسه بکنم. اینجا من یه دونه اینترست ریت میزنم، اینترست آورد واسمون، بله همین اولی رو اگه ببینیم من اینو میزنم و اد دیتا سریز رو
اینجا روش اد میکنیم. خب اینو من ببندم. خب من اینم دوباره بیام یکم این فاصلمون رو کمتر کنیم که یکم داده ها رو راحت تر ببینیم. الان این آبی همون unemployment rate ما، نرخ بیکاری بودش و این قرمزه که دارید میبینید نرخ بهره هستش. خب ما حالا هلوش خدمت شما سال 90 که یک رکودی رو داشتیم، اگر توجه بکنید این نرخ بهره ای ما رفته در بالاترین سطح خودش قرار داره. حالا اینجا نسبت به آینده که حالا با هم بررسی میکنیم در همینجور که میبینید به صورت ثابت قرار داشته و اینجا همونطور که میبینید ریز ریز نرخ بیکاری این آبیه داشته افزایش پیدا میکرده و وقتی که این شروع به کات شدن هم کرده این همچنان داشته افزایش پیدا میکرده و ما یک رکودی رو اینجا داشتیم. در سال 2001 که دیگه اون حباب دات کام بود دیگه، همتون در جریان هستید به احتمال زیاد، میتونید دربارش هم مطالعه کنید و بخونید. اینجا همطور که میبینید دوباره ما این افزایش نرخ بهره رو داشتیم واسه یه مدتی. حالا این نرخ بهره در اوج خودش ثابت بوده و همطور که میبینید ما اینجا دوباره افزایش بیکاری رو داشتیم و وقتی هم که دوباره این کات ریت شکل گرفته ما همچنان افزایش شکل گرفته و همطور که میبینید وارد این رکود شدیم. و در باره رکود حالا 2008 هم که یک ویدیوی کامل هم در دوره تا قله درباره مسکن اون مسائل بود، حالا ورشکسته سری از بانک‌ها درست کردم، حتما میتونید ببینید. همین داستانه شکل گرفته. ما دوباره در اوج نرخ بهره در اون زمان بودیم، یک مدت طولانی اینجا ثابت بوده نرخ‌های بهره و همونطور که این زیر میبینید خیلی شبیه اتفاقی است که الان داره میفته. ما حالا ریز ریز این شروع کرده نرخ بیکاریمون بالا رفتن، از این ور که دیگه دوباره این کات شده. چه اتفاقی افتاده؟ ما داخل یک رکودی قرار گرفتیم و دیگه تبعاتی که واسه بازارها داشته. در حال حاضر هم اگر ببینید خب ما اومدیم در بالاترین نرخ بهره خودمون قرار گرفتیم، مدت طولانی هم هستش که خب این نرخ بهره ثابت بوده و این پایین همونطور که میبینید ما یکم هم اینجا شیبش هم خیلی هم بیشتره و این سرعتی که در افزایش این نرخ بیکاری هست و ما اینجا داریم میبینیم یکم میتونه شبیه اینجا باشه. پس باید حواسمون یکم جمع باشه با توجه به داده‌های اقتصادی که هستش، دربارش هم صحبت کردیم. میتواند حالا البته خب خیلی از تحلیلگران که خب نگاه خوشبینانه دارن که این اتفاق نخواهد افتاد، ولی خب اگر خیلی میگم تورم بخواد اذیت بکنه و فد تصمیمات اشتباهی بگیره، در هر صورت حالا خیلی اونها هم پافشاری بکنن، امکان دارد که در سال آینده حالا یا در آینده در کل سال حالا 12 ماه آینده 6 ماه آینده، حالا کاری به اون زمانش نداریم، خدایی نکرده یک رکودی اتفاق بیفته در سال مثلا فرض کنید که 2025 و خب قاعدتا همونطور که گفتیم واسه بازارها اصلا این خوب نخواهد بود. بازارهای ریسکی مثل بیت کوین، البته خود بیت کوین در سال 2008 تو این رکود شکل گرفت، متولد شد و قاعدتا ما نمیدونیم چه اتفاقی واسش خواهد افتاد در رکود، ولی خب چیزی که مشخص هستش دارایی‌های ریسکی قاعدتا اتفاق خوبی واسهشون نمیفته. خب در کرونا البته دیدیم ولی داستان کرونا یکم متفاوت بود. اینم از این منظر که گفتم بیایم از دیدگاه اقتصادی یکم جامع‌تر بررسی کنیم که میتواند چه اتفاقی بیفتد. پس دو تا دوباره اینجا سناریو شد. الان خب شاید بگید که آقا این که نشد که بالاخره یه سناریو آقا نمیشه واقعا، آخه بعد حرف چرت زد. الان آدم بخواد یه سناریو بده میره بالا حرف چرت دیگه. من باید یه چیزی بگم اونجا بذاریم ویو بگیریم، ولی واقعیت اینه که به احتمال زیاد حالا این ریت کاتا شکل خواهد گرفت و ان شاءالله که ما بولرانه رو خواهیم داشت، قیمت‌های بالاتر رو خواهیم دید. ولی این ورم باید حواسمون باشه که توی اون قسمت مدیریت سرمایه‌مون، اون ارزهایی که می‌خوایم بخریم، حواسمون باشه که آقا اگر این اتفاقات شکل نگرفت، از سپتامبر نیامد فد اونجوری که باید مثلا حالا شروع کنه به اون ریت کاتا و این داستانایی که اینجا با هم دیگه توضیح دادیم، آمار رو بررسی کنیم، آمار کار رو بررسی کنیم، حواسمون به مدیریت سرمایه‌مون باشه که اگر خدای نکرده 6 ماه دیگه، یه سال دیگه که اتفاق فاجعه‌ای افتاد، نشینیم بزنیم تو سرمون گریه کنیم بگیم آقا چی شد این ارزه که ما رو میلیاردر نکرد. اوکی، اینا نکاتی هست که باید یاد بگیریم و بهش عمل بکنیم. خب اینم پس از نکته دیگه‌ای که از لحاظ اقتصادی اومدیم با هم دیگه بررسی کردیم که خدمت شما عرض شود که ببینیم که چه اتفاقی میفته که اون فرضیه‌ای که من گفتم بخوایم از اینجا بریم بالاتر و قیمت‌های بالاتر رو ببینیم. گفتیم نرخ بهره بعد دیگه حالا از سپتامبر ان شاءالله با امید خدا کمتر بشه، 2 تا جلسه بعدی
و حالا توضیح دادیم که حالا بیکاری هم بد نباشه و دیگه مطالبی که وجود داره. پس اون از بحث انتخابات ریاست جمهوری که اخبار داخلی، اینم از بحث اقتصاد کلانش که خیلی ساده و قابل فهم که همه متوجه بشن دوستان با هم دیگه بررسی کردیم. اما یه نکته دیگه وجود داره که میتونه مثلا به این دید ما قوت بیشتری بده که چرا میتونه قیمت بازار بالاتر از این داستان‌ها رو ببینه، که اصولا یک رفتاری بوده که حالا طی این به اصطلاح سالهای اخیر بیت کوین با به اصطلاح مثلا شاخصی مثل S&P و حالا مثلا بگیم بازار کامودیتی‌ها و سهام و این داستان‌ها داشته با همدیگه شکل دادن که بیشتر مثل هم عمل کردن و هر جایی که واگرایی داشتن حالا به نحوی در بیشتر موارد بیت کوین سعی کرده سمت کرده دیگه. چقدر شد؟ یه ساعتی شد فکر کنم داریم تحلیل میکنیم، زبون من هم دیگه میگه. بیت کوین سعی کرده که حالا خودشو برسونه به اصطلاح S&P و این عقب موندگی رو جبران بکنه. واسه اینکه بیایم این داستان رو بررسی بکنیم، من میام از این بالا، از این قسمت کامپر میتونه الان اینجا که خب BTC USDT هستش، من میام اینجا S&P رو میتونید SPX رو بزنید، S&P 500 رو سرچ کنید. من روی حالا نیو پن میذارم که بیاد این پایین نشون بده که حالا قاطی نشود. من از روی این قلم وردارم قاطی نشود اینجا داستان که راحت‌تر بتونید ببینید. یک اندیکاتوری هم هستش، من اسم اینو هیچ وقت نمیتونم حفظ کنم یاد بگیرم، این کورولیشن. اگه ببینید اینجا میتونید سرچش کنید از قسمت اندیکاتور. حالا من به فیوریتم اضافه کردم. این میاد چیکار میکنه؟ حالا من روش که بزنم میاد این نموداری که ما اینجا داخل چارتمون داریم با حالا این سیمبولی که ما اینجا بهش میگیم که ما میخوایم اینجا همون SPX رو من بزنم، با سیمبولی که بهش میگیم میاد به اصطلاح همگرایی و واگرایی اینا رو واسه ما حساب میکنه. روی اپلای میزنم و خب این پایین همینطور که میبینید من اینم روی هفتگی بذارم که کمی نویزاش کم بشه و راحت‌تر بتونیم بررسی بکنیم. یکم هم اینا رو بیایم کوچیک‌تر بکنیم که ببینیم دنیا دست کی هستش. این یه خط صفر اینجا داره، این خب وقتی که بالای صفر به یک نزدیک بشه یعنی اینا خیلی با هم همگرا بودن و وقتی که میاد پایین این خط صفر و منفی میشه یعنی اینا عملکردشون واگرایی داشته، مثلا اون رفته بالا این اومده پایین، این معنیش این میشه. خب بریم اینجا و من از قبل یه سری نواحی رو واسه اینکه راحت تر ببینید مشخص کردم. کجایی؟ بله اینجایی. خب اومد؟ بله اومد. خب بریم ببینیم که داستان به چه شکلی هستش. این دایره ها یا بیزی های توسی رنگ که میبینید حالا خودتون میتونید اینا رو برید بعداً بررسی کنید ببینید که به چه شکلی هستش. اینجا همونطور که میبینید توی نواحی که من مشخص کردم، خب همونطوری هم که اینجا اگر ببینیم، خب همونطور که میبینید اینجا بیت کوین حالا یک حرکت نزولی رو به پایین داشته. ما اینجا در S&P همونطور که میبینید رو به بالا حرکت کردیم و اینجا هم میتونیم این واگرایی رو از این اندیکاتور استفاده بکنیم ببینیم که به چه شکلی بوده و حالا بعدش البته میگم این داستان کرونا شکل گرفت که اگه میگم اینو به عنوان یک نویز حالا بخوایم در نظر بگیریم، میتونه هم حرف درست هم حرف غلطی باشه. بعدش بیت کوین در هر صورت سریع اومده خودش رو رسونده و به این رشد ادامه داده و توی سایکل قبلی هم اینجا مثلا میتونیم ببینیم بحث همون چین هستش. وقتی این خبرهایی که اومدش بیت کوین اینجا نزولی شد، خبرهای داخلی بود. به این توجه بکنید خبرهای داخلی که اومدش بازار داشت کار خودش رو انجام میداد، این واگرایی بودش داشتن میرفتن بالا، ما اومدیم پایین. اینجا همونطور که میبینید این واسه ما خیلی مهمه الان این برداشتی که میخوایم از این داشته باشیم. S&P به رشد خودش ادامه داده و ما اینجا نزولی بودیم و اینجا میتونید ببینید اینجا اون واگرایی رو دیگه کامل قشنگ داشتیم میدیدیم. پس زمانهایی که میتونیم بگیم که حالا یک واگرایی ایجاد شده که در داخل بازار ما سمت بیت کوین یک وزن فاندامنتالی و خبر داخلی داشته است، بعدش که حالا یکم اون وضعیت آروم شده اون حالا خبرها اگه دیگه خیلی فشار نیورده باشه به داستان و این حرفها، اومده بیت کوین دوباره سریع جبران کرده و خودشو رسونده بالا و اون همگراییشو حفظ کرده با شاخصی که حالا درباره‌اش صحبت کردیم. اینجا در حال حاضر هم اگه بیایم بررسی بکنیم، من اینو یه ریست کنم، اینا چرا
اونجا هم میگم اینجا من داشتم توضیح میدادم، یکم گفتم چرا این واگرایی عقب افتاده، نمیدونم این حالا بعضی وقتا قاطی میکنه. در هر صورت اینجا که ما همونطور که داریم میبینید این پایین و بالا رو اگه با همین خط رو نگاه بکنید، ما اینجا ریزشی هستیم و این البته هفتگی هستا، ما ریزشی هستیم و S&P داره ATH میزنه و سقفای بالاتر رو دیده و این پایین هم اگه ببینیم تو اندیکاتوری که گفتیم این واگرایی الان اومدیم زیر 1 و مشخص هستش. و دلیلی که اینجا این اتفاق افتاده چیه؟ شبیه اتفاقاتی که اینجا افتادش. دلیل‌های قاعدتاً حالا متعددی داشته، ولی خب دلیل اصلی خبرهایی که اومده خبرهای داخلی و فاندامنتالی بوده که گفتیم شباهت به اینا داره. اگر این خبرها آروم بگیره، این خبرها اوکی باشه دیگه، حالا فشار فروش بیشتری رو نداشته باشیم، اینا سر و سامون بگیره و اتفاقی حالا در بخش‌های دیگری غیر از این بخش داخلی بازار مثل اقتصاد کلان اینا نیفته، ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که چی بشود؟ ما دوباره خودمون رو بخوایم به اون همگرایی نسبت به S&P برسونیم. این هم پس از این نکته که می‌خواستم باهاتون بگم. 3 تا دلیلش رو پس گفتیم که چرا من دیدم مثبته که ما حالا نمیگم از اینجا میخوایم بریم بالا، ممکنه حالا قسمت پایین‌تر هم ببینیم همونطور که با هم بررسی کردیم، ولی در هر صورت من دیدم اینه که اتفاق خاصی نیفته با توجه به وسایط اقتصاد کلان داخلی و این مسائلی که درباره S&P و این داستانا با هم دیگه صحبت کردیم، ما میتوانیم رو به بالا حرکت بکنیم. خب بریم سراغ اینکه حالا این ریزشه چرا اتفاق افتاد و حالا میخوایم ببینیم که خب تا چقدر میتونه ادامه دار باشه و چه کارهایی باید بکنیم. خب 2 تا دلیل عمده داشتش. البته پتانسیل ریزش ما در بازار داشتیم ولی 2 تا دلیل عمده داشت. اولیش خب این خبری که اومد که دولت آلمان داره بیت کوین های خودش رو میفروشه و واقعا هم این کارو کرد و دومیش هم این صرافی ماونت گاکس که دهن ما رو عذرخواهی میکنم سرویس کرده، هر تقی به توقی میفته تو این چند سال اخیر هی اومده گفته آقا من میخوام بیت کوین ها رو بدم، نمیدونم این کارو کنم اون کارو بکنم و تاثیر این خبرها خب بازار واکنش‌های منفی رو نشون میده. ولی در صورت آلمان که گفت من بیت کوینامو میخوام بفروشم، واقعا هم اومد این کارو انجام داد که یک فشار فروشی از سمت دولت آلمان بودش. حالا اگر بریم و داخل این سایت با هم بررسی کنیم که اینم یک نکته آموزشی بسیار خوبی هستش، بیایید داخل سایت آرکام یا آرخام، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، وقتی که وارد شید سایت خیلی باحالی هستش، حتما یه ویدیو کامل دربارش درست میکنم، اطلاعات آنچینی جالبی داره، میتونیم کیف پولای مختلفو ردیابی بکنیم، رصد کنیم، آلرت بذاریم که اینا اگر مثلا تراکنشی انجام دادن، ورودی خروجی داشتن به ما نشون داده بشه. خلاصه چیز باحالی هستش. بیایید داخل سایت آرخام، این بالا تو این قسمت سرچ میتونید تایپ بکنید که جرمنی، بیایید بنویسید جرمنی و اینجا جرمن گاورمنت رو انتخاب بکنید که من قدیم زمانهای خیلی قدیم چند دقیقه پیش قبل از ویدیو اینا رو آوردم که دیگه وقتمون گرفته نشه، اومدم اینجا انتخابش کردم. اینجا اطلاعات مختلفی داره. توی این قسمت پورتفولیو، این قسمت هولدینگ، میتونید ببینید که آقا این دولت آلمان حالا یک کیف پولش نیست، این میاد تگ گذاری میکنه، این ممکنه تو کیف پولای مختلف باشه، اینا رو شناسایی میکنه، کل کیف پولای مختلف این عزیزان دل در حال حاضر چقدر بیت کوین نگهداری میکنه. در حال حاضر 13177 تا هستش. از این قسمت سمت راست روی این قسمت توکن بالانس، این توکن زبون ما هم دیگه داره میگیره این آخر، من دیگه اینا رو قطع نمی‌کنم دیگه، رفاقتی با هم دیگه بریم جلو. قدیم اینا رو قطع می‌کردم دوباره ضبط می‌کردم، ولی دیگه رفاقتی بریم جلو. توی خدمت شما عرض شود که این قسمت توکن بالانس اگه ببینیم داره به ما نشون میده که حالا توی این مثلا تغییراتی که اتفاق افتاده به چه صورت بوده. اگر توجه بکنیم این دولت آلمان 50000 تا بیت کوین داشته دیگه، از زمانی که اومده توضیح داده که من میخوام بفروشم تقریبا 19 هم بوده که شروع شده به کم شدن، فروش خودش واقعا انجام داده. 50000 تا الان چقدر مونده؟ 13177 بگیم 13200 تا 800 تا اونجا بذاریم تقریبا 36000 تاشو خب فروخته که در این ریزش قیمت رو داشتیم. غالبا همش به خاطر این نبوده، خب خیلی هم به خاطر این خبره اونا هم دست به فروش زدن. در هر صورت حالا اتفاقات مختلفی تو لیکوید شدن پوزیشن های مختلف، همه اینا در کنار هم باعث این ریزش قیمتی شده که البته میگم پتانسیلش هم در اون قیمت ها داشتش، این دست به فروش بزنن. حالا مثلا تو قیمت های مختلف این ریزش میتواند متفاوت باشد، مثلا تو یه سطحی مثل 50000 40000 تا شاید اونجا خریداران بیشتری باشه، قیمت ریزش نکنه، اینا بفروشن کلی خریدار واسش باشه که الان جلوتر بررسی میکنیم. پس از این سایت هم میتونید اگر خبری اومد
بررسی بکنید که آقا فلانی داره بیت کویناشو میفروشه نمیفروشه. جابجایی به معنی فروش نه، این پایین شاید جابجایی انجام شده باشه، ولی اینکه مثلا زدن به بیت استمپ و فلان اینجا توضیح داده چقدر زدن، چه جوری زدن، به چه صورت بوده. مهم اینه که واقعا ما بیایم تو این به اصطلاح داراییاشون، تو این بالانس شیتشون بررسی بکنیم که ببینیم آقا کم شده نشده، واقعا فروخته و به چه شکلی هستش. اینا نکاتی هستش که واقعا فکر نکنم جایی بخواد پیدا بشه و امیدوارم بچه‌ای که تا اینجای ویدیو دارن میبینن ازش استفاده بکنن، که قاعدتا میدونم تعدادتون محدود هستش. همونطور که گفتم دوستان دنبال 5 تا ارز هستن که پولدارشون بکنه. اینم از این مطلب. خب 2 تا سایت هست که میخوام بهتون معرفی بکنم و یک بررسی با هم دیگه داشته باشیم. یکی این سایت، اسم حالا دقیقش من نمیدونم، SOSO value، حالا ما بخونیم sosovalue.xyz هستش. اگر بزنید میاره براتون. اینجا یه سری داده‌های رایگان هم هستش که میتونید استفاده کنید. بیاید این کنار روی داشبورد بزنید، این بالا روی بیت کوین داشبورد ما دوباره میزنیم و این داده ها واسه ما باز میشه. ما با چیزی که اینجا کار داریم میتونیم اینجا ببینیم این نت فلو چیه، توتال بیت کوین اسپات ETF نت فلو. یعنی نت فلو میشه مجموع ورودی و خروجی به اصطلاح کل این ETF های اثبات بیت کوین رو در روزهای مختلف داره به ما نشون میده که مثبت بوده، اینا خریدار بودن یا فروشنده. همونطور که میبینید در روزهای اخیر، همونطور که میبینید اینا ورودیاشون بیشتر از خروجی‌ها بوده در مجموع و خریدار بودن. مخصوصا وقتی قیمت اومده زیر 60000 تا قرار گرفته، اینا واسهشون قیمت ارزندگی بیشتری داشته، رو 57000 6000 8000 اینا خریدار بودن. همونطوری که گفتم این عرضه حالا از سمت هر نهادی میخواد باشه میتونه تو قیمت‌های مختلف نوسان‌های مختلفی داشته باشه، چون میتونه اونجا خریدارهای کمتر یا بیشتری وجود داشته باشه. بس این یه سایت که میتونید ازش استفاده کنید و خود این هم نکته مهمی است که ما به رفتار این ETF ها باید توجه بکنیم. البته بعضی وقتا هم خیلی زمانها میتونه گول زننده باشه، در صورت پول بزرگ دست ایناست، تفکر بزرگ دست ایناست. حالا خوشبختانه متاسفانه ما قرار بود یک فضای طبق ویدیوهایی که درست کردیم بیت کوین و کریپتو و این داستانا یک فضای دیسنترالایز باشه و دولت‌ها از بین برن، نهادها و قدرت و اینا از بین بره، که خب متاسفانه داره دوباره یه جورایی میره تک‌بعدی و قدرت میره دست ثروتمندا و اینا. در هر صورت اتفاقی که داره میفته دیگه، حالا چه خوشمون بیاد چه نیاد کاری باش نداریم، ولی در هر صورت ما حالا یک نگاهی داشته باشیم به اصطلاح جیب خودمون، خیلی نخواهیم ایدئولوژی گرایانه به این داستان نگاه بکنیم و سودمون از این بازار بگیریم. اگر بتونیم پشت دست اینا یه جوری بازی بکنیم، رفتارشون در آینده رو بلند مدت ببینیم، میتونیم سود خوبی از این بازار بگیریم. پس در حال حاضر واسه اینا زیر 60000 ارزنده بوده و شروع به خرید کردن. این یه سایت. بریم سراغ سایت بعدی که سایت کوین گلس هستش. اطلاعات بسیار خوبی داخلش داره. اگر بیایم داخل سایت کوین گلس و همونطور که میبینید آدرسش هم واسهتون گذاشتم، بیایم این بالا و خدمت شما عرض شود که از این قسمت ETF ها بیاید روی قسمت ETF بزنید، وارد این صفحه میشید که میتونید ETF های مختلف رو ببینید، تیکراشون رو ببینید، نمیدونم دیگه حالا ETF نیم رو ببینید و اطلاعاتی خواستید برید داخل هر کدوم اطلاعات دقیق تر رو بگیرید که به چه صورت هستش. اطلاعات زیادی داره. بیایم این پایین همون نموداری که اونجا بود اینجا هم هست، حالا با قیمت بیت کوین داره نشون میده. همونطور که ببینید وقتی این قیمت بیت کوین اومده زیر به اصطلاح خدمت شما عرض شود که 60000 تا، ما اومدیم دوباره اینجا جمع آوری‌های زیادی رو از سمت اینا داشتیم. این یه مطلب. این پایین هم اگه بیاید میتونید به تفکیک روز و هر کدوم از این ETF ها، مثلا گری اسکیل، این IBIT خدمت شما عرض شود که واسه بلک راک هستش، واسه فیدلیتی هستش و بقیه رو اگه بیاید ببینید که میتونید ببینید در هر روز مثلا اومده گری اسکیل که کلا عرضه کننده بوده تو این چند وقت اخیر، حالا بیت کوین های زیادی داشته، از این ور بلک راک توی 3 روز اخیر خریدار بوده، فیدلیتی خریدار بوده و میتونید اینجا ببینید و این در قسمت توتال هم در اون روز نت فلو اینو میتونید ببینید که اینا دارن ETF ها چیکار میکنن و یک سنسی داشته باشیم از ارزندگی قیمت و ما هم بتونیم جاپای اینا پا بذاریم به اصطلاح و به اصطلاح با اینا همراه باشیم. اینا پس از این بحث فروش بیت کوین های آلمان و بحث این که ETF ها در حال حاضر خریدارن و قیمت به نظرشون با توجه به داده های الان داره ارزنده میاد. حالا میگم 2-3 ساعت دیگه این بحث CPI اینا مطرح میشه، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. خبر بعدی هم که همونطور که توضیح دادیم داستان صرافی ماونت گاکس بودش که گفتن ما رو بیچاره کرده.
صحبتی که هستش، خب داستان این صرافی این بوده که این صرافی یکی از بزرگترین صرافی‌ها، حالا یکی که نه بزرگترین صرافی بوده. سال 2010 این صرافی ایجاد شد و تو 2011 خیلی دیگه قوی و این داستان‌ها شد شکل گرفت. همونطور که می‌بینید 70% کل ترانزکشن های حالا بیت کوین اون زمان داخل این صرافی‌ها اینا شکل می‌گرفته و در هر صورت در سال 2014 یه مدت اومد این به اصطلاح واریز و برداشت‌ها رو بستش و بعدا متوجه شدن که به خاطر باگ‌های امنیتی که بوده مقدار بسیار زیادی بیت کوین خدمت شما از صرافی خارج شده، حالا به سرقت رفته و هک شده داستان‌هایی که بوده و اینا دیگه اومدن خبر رو اعلام کردن و دیگه با اون سرمایه‌گذاران سالها درگیر بودن و اعلام ورشکستگی کردن و حالا اتفاقای خیلی زیاد و عجیب غریبی افتاد و این داستان‌ها کاری بهش نداریم. ولی تو این چند سال اخیر اومده اعلام کرده یه مقدار از این بیت کوین ها بازیابی شده، اینا رو می‌خوان باز پرداخت بکنن و این اتفاقی که افتاده هر بارم که این خبر اومده ما این نوسانات رو در قیمت داشتیم. حالا مطلبی که هستش که خود این بحث باز پرداخت این بیت کوین حالا خیلی حرف و حدیث توشه. من تا الان یک برنامه جامع و کامل ندیدم که آقا چه جوری میخواد بشه. بین 4-5 تا صرافی هستش که حالا توی سرچ کنید توی مقاله هم بود، حالا زیاد واسه ما مهم نیستش. از این صرافی‌ها دارن استفاده میکنن که بیت کوین های به اصطلاح اون طلبکاران رو توزیع بکنن. حالا صحبت‌هایی شده که مثلا تا 2 ماه 3 ماه حالا هر کدوم مقدار مختلفی به این صرافی‌ها بدن که اونا بدن به اون طلبکارا، حالا اون اگر بفروشن نفروشن قاعدتا خب تعداد زیادشون خواهند فروخت و این شاید خوب نباشه، ولی اینکه حالا تو چه بازه زمانی بدن دوباره وسطش نزنن زیرش و اینا، میگم همه اینا بحثایی که بعد مطرح شه. چه جوری حالا میتونیم این صحت خبرها رو بررسی بکنیم؟ با توجه به سایتی که خدمتتون عرض کردم، سایت آرکام یا آرخام، میتونیم اینو داستان رو بررسی بکنیم. همونطور که گفتم اگر بیایم همونطور که دولت آلمان رو سرچ کردیم یه دونه MT من اینجا بزنم، آره یه کوشی به همین اولی آورد دیگه، همین میبینید این MT گاکس نوشته اینجا، من از قدیم داشتم. میتونیم همون بحثایی که درباره دولت آلمان کردیم اینجا بیایم درباره این صرافی داشته باشیم که این همه خبر اومده. شما ببینید از سال 2016 اینا در کل مثلا 2019 اینا کلا اصلا هیچ تغییری توی داراییشون نشده، این خبرها رو دادن دهن بقیه رو سرویس کردن. حالا در این روزهای اخیر اگر اینجا ما بیایم این اواخر ببینیم یه اتفاقایی افتاده. در کل اینا مثلا چقدر داشتن؟ 142,000 تا داشتن، الان 138,000 تا داشتن که خب حالا گویا یه سری از اینا باز پرداخت شده. از این پایینم که حالا میشه جابجایی‌ها رو دیدش در هر صورت، ولی گفتم مهم اینه که این به اصطلاح بالانس شیتشون این دارایی‌هاشون کم بشه که معنی این که واقعا دارن میدن و فروش داره میره شکل بگیره، که حالا بعد ببینیم دیگه، نمیشه پیش بینی کرد، ببینیم چه اتفاقی اگر این فروش از سمت اینا خریدارا از طلبکارا شکل بگیره چه اتفاقی میتواند بیفتد. پس اینم دلایل ریزشی که ما داشتیم در بازار تو این چند وقت اخیر و اینکه چجوری این خبرها رو پیگیری کنیم و میتونه چجوری در آینده به اصطلاح بیاد و تاثیرگذار باشه روی قیمت. بریم درباره دیگه چیا مونده، اینا رو که صحبت کردیم. بله بریم و یه مطلب انتهایی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. دیگه من رو کاغذ نوشته بودم هر چیزی که میخواستم بگم و سعی کردم که از قلم نیفته و کامل گفته باشم. حالا بحث اینه که چیکار بکنیم. ببینید من دادا رو دادم، شما که تا اینجا ویدیو رو دیدید قاعدتا در آینده موفق خواهید بود انقدر که حوصله داشتید وقت گذاشتید این مطالب رو دیدید. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اینو واقعا دوستانه برادرانه میگم، واسه من که بد نیستش بیام ویدیو درست کنم آقا بیت کوین 100,000 تا میشود، بیت کوین صفر میشود، 5 تا ارز که پول داشت، شما میبینی کلیک میکنی من سابسکرایب میگیرم، فالوور میگیرم، پس فردا محصولی به شما میفروشم. نه همین ویدیوهای یوتیوب به جای اینکه الان من نمیدونم ما $100 یوتیوب داره به من میده، اون که اصلا مهم نیست، کاری باش ندارم، $100 میده، نمیدونم $90 میده مثلا. خب چون ویدیویی که من درست میکنم طولانیه، خیلی بازدید نمیخوره، ویو نمیخوره، اما ویدیو درست کنم ما 1000 تا از یوتیوب بگیرم و خلاصه یه محصولی هم بهتون بفروشم، کانال سیگنالی و ما میلیارد رو در بیارم، واسه من اوکیه. ولی خب اصلا دید من این نیست. از وقتی که من کانال رو شروع کردم نیتم کمک بوده، نیتم راه درست بوده، واقعا کاری که خودم کردم و گفتم، نیومدم اونجا یه چرت و پرتی تحویل شما بدم که فقط یه ویوی بگیرم. پس اگر شما که اینجا قاعدتا دیدت نزدیک به دید منه و امیدوارم که همیشه موفق باشید. بازار خدا شاید اینجوری کار نمیکنه که من الان فرض کنید که شما به من محبت دارید، حرف منو مثلا بهش حالا قبول دارید، مثلا میگید اوکی با محتوای من حال میکنید
بکنید و این داستان هست، اگر نباید این انتظار داشته باشید که من هر کاری کردم شما برید بکنید. یا الان من میخوام حالا چیکار بکنم، دارم قبلش اینا رو صحبت میکنم که در جریان باشید. این که اصلا بگردید تو، اصلا خیلی مسخره است که من میبینم همه میگن آقا 4 تا ارز کن به ما معرفی کن پولدار شو. اگه اینقدر دنیا سازوکارش مسخره بود که من و شما بریم تو اینستاگرام یکی یه پستی آدم مچل یه پستی گذاشته که اینجوری پولدار میشه، یا آدم مچلی استراتژی گفته که این خط رو بهش نمیدونم روزی $200 در میاری که خب خودت برو 100 نفر استخدام کن بشینن 100 تا خط بکشن 100 تا $200 در بیار. این تفکر رو تا میتونید بریزید دور. دانش، آگاهی در زمینهای مختلف و هر شخصی، اینو میخواستم بگم، داستانش تو این بازار فرق داره برادر من، خواهر من، هر شخصی فرق داره داستانش. یعنی چی؟ آقا من پولی که آوردم تو این بازار یه پولیه که اگر صفر هم بشود ناراحت میشم، دهنم هم سرویس میشه، ولی زندگی مختل نمیشه، نه قرض، نه بدهی، نه خونه فروختم، نه ماشین فروختم. شرایط من فرق داره اصلا کلا، سنم، سالم، نمیدونم متأهلم، مجردم، همه اینا فرق داره، بچه دارم ندارم. غیر از اون الان من میخوام بهتون مثال بزنم که میخوام چیکار بکنم. من میانگین سبد بیت کوینیم چقدر؟ هولوش 28000 تا، یکم کمتر ما میگیم 28000 تا. همین الان شما فرض کن که من از 28000 تا بخوام بیام واسه شما حساب بکنم، تقریبا حالا این نواحی بسام بشه، همین الان اینجایی که قیمت است مثلا 10% بیت کوینام توی سود هستش. اوکی، خب این داستان فرق داره که الان من میتونم ریسک پذیری بیشتری باشم. حالا من یه مقدارش هم تازه این بالا دوره دوم که به 70000 رسید اینجا اومدم خدمت شما نقد کردم، کش بیشتری دستم هست. من ریسک پذیریم فرق داره. من اینکه چقدر میتونم خواب این پولو تحمل کنم، بازار بیاد برسه، نمیدونم تا کجا، من واسه مهم نیست حتی اگه برم تو ضرر، اینا همه با هم فرق داره. پس دلیل نمیشه که اگه من یه تصمیمی میگیرم شما هم بخواید اون کاره رو انجام بدین. روش درست اینه که شما خودتون بیاید بررسی بکنید. حالا نکته‌ای که وجود داره، کاری که خود من میکنم، من که خب الان بیت کوین دارم و خدمت شما عرض شود دوست داشتم که یه سری از آلت کوین هایی که حالا دربارش بعداً صحبت میکنیم و جوندار هستن و به سبدم بیشتر اضافه بکنم، ولی الان فعلا این کارو انجام نمیدم با توجه به حرفایی که زدیم. دو تا محدوده هست. یکی این ناحیه خدمت شما عرض شود که 50000 حالا تا 52000 اینجاها اگر دوباره قیمت بهش برسه، یکم از شرایطو بررسی میکنم ببینم به چه صورت هستش. به احتمال بسیار زیاد به سبد بیت کوین و اتریوم خودم اینجا اضافه باز خواهم کرد، از این سودایی که اینجا گرفتم نقد کردم اضافه خواهم کرد، یه پله ورود میزنم. ولی اگه بریم توی هفتگی، یک ناحیه دیگه‌ای وجود داره، این ناحیه که دربارش صحبت کردیم، این کندل است که اینجا میبینید 50 تا 52000. این ناحیه‌ای که میبینید هولوش مثلا 40000 تا 42 3000 4000، اینجا هم ناحیه‌ای هستش که میتونه حمایت محکمی باشه و اینجا قیمت زیاد درگیر بوده، اینجا حجم خوبی هستش. حالا با هم دیگه باز بررسی میکنیم. این نواحی هم حالا دیگه نمیخوایم حالا نقطه زنی بکنیم و به اصطلاح بیایم خیلی لول دقیق بگم، ولی توی این نواحی هم من قاعدتاً یه پله دیگه به بیت کوین ها و حالا اتریوم خودم ببینم. میگم بعد شرایط رو ببینیم، من دارم فقط تکنیکالی بررسی میکنم. اینجا میگم بحث رکود باشه که خب اینجا هیچی، بعد تعطیل کنیم بریم خونه بخوابیم. ولی اگه اتفاق خاصی نیفته به خاطر فشارهای فروش باشه و این داستانهای داخلی و اینا، اینجا هم سنگین‌تر اضافه خواهم کرد نسبت به این پله. و واسه آلت کوین ها دیگه وقت ویدیو گرفته میشه، خیلی شاخصهای متعددی هست، شرایط بازار هستش، بحث دامیننس بیت کوین هستش، نمیدونم توتال 2 توتال 3، اینا رو حالا نمیخوایم الان واردش بشیم، الان فکر کنم یه ساعت هم بیشتر شدش. اونا رو باید بررسی کنم و به احتمال زیاد این پایینا شاید تصمیم گیری بخوام بکنم که به اصطلاح واسه آلت کوین هایی که بخوام اضافه بکنم چه اتفاقی مثلا بیفته. اینم از این مطلب و کاری که خود من خواهم کرد. پس خلاصه داستان این شد که ما میتونیم احتمال بدهیم که تا سپتامبر طبق چیزایی که اول ویدیو صحبت کردیم، حالا مثلا فرض کنیم 60-70 روز دیگه، میگم حالا اینا احتمالاته، ما یه رنجی رو اینجا داشته باشیم یا حتی بیایم پایینتر. این پایینا هم میتونیم بیایم، نقدینگیایی هست که جمع بکنه بخواد بره بالا و همچین اتفاقایی بیفته. میتونیم تا 50 هم بیایم، میتونیم تا 42 هم بیایم، ولی خب احتمالش کمتر هست، مگه اینکه گفتم اون فشار فروش که از سمت بیت کوین های صرافی ماونت گاکس بیاد و حالا کنارش هم خبرهای دیگه بیاد بخواد ما رو به اینجا برسونه. امیدوارم که بحث‌های اقتصادی نباشه که اون اصلا جالب نیست. اینم از این مطلبیه. مطلب دیگه هم از اینم نوشتم آره بهتون بگم اگر یادم نرود بریم داخل. اینم مطلب آخر دیگه، فوت کوزه‌گری هم واسه بچه‌ای که تا آخر قضیه بودن. ای بابا کجاست؟ آها،
اینم خدمتون بگم داخل سایت کوینگلاس هم که بیاید از قسمت لیکویدیشن بیاید روی این لیکویدیشن هیت مپ اگه بزنید، ما حالا نقدینگی های متفاوتی رو میتونیم تو بازار تعریف بکنیم. یکی از اون نقدینگی ها همین بحث لیکوید شدن که میگیم مثلا شما میرید توی بازار پرپچوال، توی بازار فیوچرز اهرم میزنید، یه پولی رو از صرافی میگیرید به عنوان به اصطلاح قرض، وقتی که حالا استاپ هم نداشته باشید قیمت برخلاف اون جهتتون بره و اون قیمت لیکوید شدن شما رو بزنه، شما لیکوید میشید و پولتون رو از دست میدید. یکی از این نقدینگی‌ها صحبتش میشه این لیکوید شدن پوزیشن هایی هستش که حالا استاپ ندارن و از اهرم استفاده شده و خدمت شما عرض شود که لیکوید میشن به اصطلاح، و خیلی در هر صورت این مارکت میکرها علاقه به این پوله دارن، چون هلو برو تو گلو قشنگ میره توی جیب اینا. اگر من بیام اینجا داخل این قسمتی که بهتون گفتم، اینجا میتونید مثلا صرافی‌های مختلف مثل بایننس هستش، چند تا صرافی رو داره، اوکی ایکس نمیدونم داره، بیت بای بیت اینا هستش و فکر کنم بیت کوین و اتریوم اینا رو هم باید داشته باشه. اتریوم نداریم، حالا بیت کوین هست به USDC و USDT، حالا ما همون بیت کوین واسه همون مهمه دیگه. من بایننس BTC USDT شو که حالا روش بود اینجا میتونید انتخاب بکنید، صرافی مختلف هم میتونید ببینید، اینجا تایم فریم رو میتونید ببینید. این چیزی داره به ما نشون میده، خلاصش این میشه که آقا توی 24 ساعت گذشته حالا پوزیشن هایی که مثلا باز شده اینا قیمت لیکوید شدنشون کجا هستش. هرچی به سمت زرد ما بریم، یعنی اون نقدینگی اون قیمت اون مقدار لیکوید شدن بیشتر، همچنان ما به قسمت این پایین بیایم خب صفر است و کمتر هستش. فرضیه‌ای که مطرح است در این باره کلا میگن که آقا بازار دوست داره، بیشتر اون مارکت میکر عزیز و در هر صورت اون پولهای درشت دوست دارن که بنا به دلایل مختلفی یا همون بحث هلو برو تو گلو یا برن اونجا سفارش‌های بزرگ خودشون رو پر بخوام بکنن، برای مثال توی قیمت‌های مناسب تری به دلایل مختلفی بازار دوست داره به سمت اینها حرکت کنه و این لیکویدیتی‌های بزرگ میتونه به عنوان یک مگنت عمل کنه، بعضی وقتا میتونه به صورت حمایت و مقاومت عمل بکنه. یعنی در حال حاضر که من تو این قیمت الان هستیم، الان اگه ببینید ما این بالا تو 24 ساعت گذشته نزدیک به خدمت شما توی 58500 40 میلیون دلار مثلا 40 میلیون دلار اینجا اگه قیمت به اینجا برسه پوزیشن ها لیکوید میشن. الان هم نزدیکش هستیم، احتمال اینکه ما بریم اینو مثلا بزنیم، اصطلاحی که میگن مثلا هانت میکنه، هانت نمیکنه، داستانش به این صورت هستش که میاد این کارا رو انجام میده. امکان داره که بره و مثلا این نقدینگی رو به اصطلاح جمع بکنه و بعد حالا حرکت‌های بعدی خودش رو انجام بده. حالا اینکه 24 ساعت از کاری نداریم، یکم بریم روی تایم فریم‌های بزرگتر مثل هفتگی یا مثلا میتونیم 6 ماه بررسی کنیم که یک دید بهتر بهمون بده. بذارم من روی 1 ماهه که ببینیم در دید بلند مدت‌تر داستان به چه شکلی است و حتی 3 ماهه رو باز بریم ببینیم که از قبل از اینکه بیایم سقفو بزنیم ببینیم که داستان به چه شکلی بوده. 6 ماه فکر کنم بهتر باشه. خب آره اینجا باز حالا میتونیم یه دیده خیلی کلی تر داشته باشیم. خب اینجا اگه نگاه بکنید اوه به به اینجا چه خبر هستش. اینجا تو ناحیه 72000 اینا اگه ببینید 6.5 فقط حالا این واسه صرافی بایننس هستش، حالا تجمیع صرافی ها متفاوت میدونید ولی خب حالا همشون یه سنسی مثل هم دارن. اینجا 6.1 حالا بگیم 6 میلیارد دلار اینجا پوزیشن لیکوید میشه اگه قیمت بخواد به اینجا برسه. خب حالا مقاومت‌های مهمی سر راش هستش. طبق اون صحبتایی که کردیم ناحیه 50000 اینا هم میتونه از این زیر مهم باشه. با هم دیگه اومدیم تکنیکالی و به دلایلی که گفتیم اگه 20% برسه بریزه طبق اون مید سایکل های گذشته که داشتیم تو روند سعودی میتونه 50000 باشه. اینجا هم نقدینگی خوبی هستش. این تجمیعش اینم چند میلیارد دلار فقط تو صرافی بایننس میتونه مثلا باشه. و همون محدوده دوم که بهتون گفتم، محدوده حالا 40000 همونطور که میبینید تا 41000 اینجا هم اتفاقای خوبی افتاده و در هر صورت میتونیم اینا رو هم در نظر بگیریم واسه پوزیشن باز کردن و اینکه ببینید که حالا چقدر احتمال رسیدن به اون قسمت هایی که میخواید تک پروفیتتون رو بگیرید و یا حد ضررتون هست. میتونید از این لیکویدیشن هیت مپ هم استفاده بکنید که خب بسیار نکته مهمی هستش. اینم از این. نمیدونم ویدیو فکر کنم خیلی طولانی شد ولی خب ارزشش رو داشت واسه کسایی که میخوان یاد بگیرن و یادگیری هم به همین صورت است. با 5 دقیقه چیزی یاد نمیشه گرفت. تو ریلز اینستاگرام جز مسخره بازی به نظر من. حالا چارت اطلاعات ساده کاری نمیشه کرد. اینجوری بیایم با هم دیگه بشینیم گپ و گفت بکنیم، از دیدگاه‌های مختلف بازار رو بررسی کنیم. واقعا این اتفاقات توی اینستاگرام
نخواهد افتادش و واسه همین من بیشتر فعالیتم داخل یوتیوب است که بتونم واقعا یک ارزشی رو ایجاد بکنم. دمتون گرم، وقتتون رو نگیرم. من سعی می‌کنم سریع این ویدیو رو ادیت کنم بذارم بالا، حالا اگه بشه قبل از به اصطلاح نرخ بهره، حالا نمیدونم چقدر بچه‌ها ببینن، ولی در کل مطالبی گفتیم مهمه. حالا اگر بعد از اون ساعت هم دیدید زیاد مهم نیستش. دمتون گرم. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید خواهشاً بنویسید، میخوام بشمارم ببینم اگه 1000 نفر دیدن چقدر تا انتهای ویدیو رو دیدن. اگر هم دانلود کردید که امیدوارم دانلود نکنید، بعداً دیدید بیاد زیر کامنت ها بنویسید آقا من تا آخر ویدیو تو دیدم، من کلی انرژی میگیرم و ببینم که واقعا چقدر تفکر مثل خودم هم سو هم فکر با خودم هست که ببینم درصد موفقیتتون به چه شکل هست. دمتون گرم. طبق معمول همیشه امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و پر از انرژی مثبت. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.